ما اصلا کمبود ویتامین ای نداریم. ویتامین ای تو تمام روغن ها هست. اصلا کمبود ویتامین ای در دنیا تا الان گزارش نشده. پس سر خود ویتامین ای نخور. ویتامین ای زیاد بخوری پانکراست دچار مشکل میشه. کیا باید ویتامین ای بخورن؟ 1. کسایی که کبد چرب دارن. 2. زنی که کیست سینه داره. این دوتا باید ویتامین ای رو بخورن. چجوری بخورن؟ طبق پروتکل. گاهن پزشک میگه یه روز در میون بخور، یه دوره یه ماهه بخور، دیگه نخور. اگه کیسته خیلی بزرگ باشه تو سینه میگه بخور 1 سال 2 سال ادامه بده. کسی که چربی خونش رفته بالاتر امگا 3 داره میخوره، کنارش باید ویتامین ای رو بخوره، چون اگه ویتامین ای نخوره کلسترولش میره بالاتر. پس امگا 3 و ویتامین ای با همن، تکی خالی نخورید.